خب تا حالا به این فکر کردین که فرق واقعی یه چتبات ساده با یه همکار هوش مصنوعی واقعی چیه؟ امروز میخوایم دقیقاً همین مسیر تکامل رو با هم بررسی کنیم. ببینید تقریباً هممون تجربه کار با چت‌بات‌ها رو داریم، درسته؟ اما چیزی که امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم یه جهش فوق‌العاده بزرگتره. داریم در مورد ایجنت هوش مصنوعی حرف میزنیم، یعنی یه ابزار واقعاً فعال و پویا. خب بذارید اینطوری بگم. یه مدل زبان معمولی مثل یه کتابخونه فوق‌العاده بزرگه که پر از اطلاعاته. ولی خب این اطلاعات ثابته. حالا یه ایجنت هوش مصنوعی رو تصور کنید. این ایجنت فقط اون کتاب‌ها رو نمیخونه، بلکه از کتابخونه میاد بیرون، به اینترنت وصل میشه، از ابزارهای مختلف استفاده میکنه و برای حل مشکلات واقعی وارد عمل میشه. خب سوال اینه که یه ایجنت چطوری به این توانایی‌ها میرسه؟ بیاین با هم مسیر رشد و تکاملش رو توی 3 سطح کلیدی دنبال کنیم. مسیری که از یه دانش آموز صرف شروع میشه و به یه استراتژیست کارکشته ختم میشه. خب همه چیز از سطح صفر شروع میشه. موتور استدلال اصلی. این هوش مصنوعی رو مثل فارغ التحصیل خیلی باهوش در نظر بگیرید. کلی دانش تئوری و کتابی داره، ولی اگه ازش در مورد اتفاقات دیروز سوال کنید کاملاً بیخبره، چون هیچ ارتباطی با دنیای واقعی و زنده نداره. بعد میرسیم به سطح 1. اینجا ایجنت ما انگار اولین شغلش رو به دست میاره. چطوری؟ با وصل شدن به ابزارهای بیرونی مثل موتورهای جستجو و پایگاه‌های داده. اینجا دیگه از یک کتابخوان صرف تبدیل میشه به یه حل کننده فعال مشکلات. و این یه نقطه عطف واقعیه. مثلا دیگه فقط نمیدونه که سهام اپل یه مفهومه، نه، بلکه میتونه با وصل شدن به یه API مالی قیمت دقیق و لحظه‌ای اون رو بهتون بگه. این یعنی تعامل مستقیم با دنیای زنده و پویای اطرافش. و در نهایت سطح 2. اینجا ایجنت ما رسما یه مدیر پروژه استراتژیک میشه. یعنی دیگه فقط به دستورات شما پاسخ نمیده، بلکه برای رسیدن به یه هدف پیچیده خودش شروع به برنامه‌ریزی میکنه، وظایف رو خرد میکنه و کل فرآیند رو از اول تا آخر مدیریت میکنه. و راز این توانایی یه مفهوم کلیدیه: مهندسی زمینه. بذارید ساده بگم. فرض کنید به جای اینکه کل یک کتاب قطور رو به همکارتون بدید تا یه مطلب پیدا کنه، فقط صفحه مربوطه رو بهش میدید. ایجنت هم دقیقاً همین کار رو میکنه. یعنی برای هر مرحله از کار فقط و فقط اطلاعات ضروری رو انتخاب میکنه تا متمرکز و بهینه عمل کنه. خب حالا سوال اینه که چه چیزی این ایجنت ها رو اینقدر هوشمند میکنه؟ جواب فقط تو بزرگتر کردن مدل‌ها نیست. راز اصلی توی یه سری الگوهای طراحی خیلی هوشمنده که به این ایجنت ها قدرت‌های جدیدی میده. اول از همه الگوی حافظه. خب خیلی ساده است، دقیقاً مثل ما انسان‌ها. یه ایجنت باید تعاملات گذشته رو یادش بمونه. اینطوری میتونه از تجربیاتش یاد بگیره، شما رو بهتر بشناسه و دیگه مجبور نیستید هر بار که باهاش حرف میزنید همه چیز رو از صفر شروع کنید. ولی حافظه به تنهایی کافی نیست. الگوی بعدی بازتاب هست. یعنی چی؟ یعنی ایجنت بعد از اینکه یه کاری رو انجام داد، به نتیجه کار خودش نگاه میکنه و از خودش میپرسه آیا این بهترین کاری بود که میتونستم انجام بدم؟ چطور میشه بهترش کرد؟ دقیقاً مثل یه هنرمند که اثر خودش رو نقد میکنه تا به بهترین نتیجه برسه. حالا میشه این ایده رو یه پله بالاتر هم برد. چطوری؟ با مدل تولید کننده و منتقد. اینجا ما 2 تا ایجنت داریم. یکیشون یعنی تولید کننده کار رو انجام میده. اون یکی یعنی منتقد کارش اینه که خروجی رو بررسی کنه و بهش بازخورد بده. اینجوری دیگه ایجنت دچار سوگیری تایید نمیشه و کیفیت کار به شدت بالا میره. خب تا اینجا در مورد ایجنت های هوشمند تک نفره حرف زدیم، ولی قدرت واقعی کجاست؟ توی کار تیمی. بیاین ببینیم وقتی ایجنت ها با هم کار میکنن چه اتفاقی میفته. آخه واقعیت اینه که خیلی از چالش‌های بزرگ ما از تحلیل مالی گرفته تا اجرای یک کمپین بازاریابی اونقدر پیچیدن که یه ایجنت تنها از پسشون بر نمیاد. اینجاست که راه حل مشخص میشه. تشکیل یه تیم از ایجنت‌های متخصص. فکرش رو بکنید، یه ایجنت که کارش تحلیل داده است، یکی دیگه که نویسنده خلاقه و یه سومین ایجنت که برنامه نویسه، همه در کنار هم روی یه پروژه مشترک کار میکنن. یه مثال عالی، فرض کنید میخوایم یه کمپین بازاریابی راه بندازیم. یه ایجنت میتونه کار تحقیقات بازار رو انجام بده، یه ایجنت کپی رایتر متنا رو بنویسه و یه ایجنت طراح کارهای گرافیکی رو انجام بده.
می‌بینید کارها بین متخصصا تقسیم میشه، درست مثل یه تیم انسانی حرفه‌ای. خب حالا بیاین یه قدم به عقب برگردیم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. چرا این گذار از چت‌بات‌های ساده به سیستم‌های همکاری ایجنت‌ها انقدر مهمه و همه چیز رو تغییر میده؟ چون این رویکرد به ما یه کنترل بی سابقه میده. ما میتونیم تصمیم بگیریم که اولویت چیه. مثلا برای نوشتن یک گزارش مالی حساس به ایجنت میگیم عجله نکن، دقت از همه چیز مهمتره، حتی اگه زمان و هزینه‌اش بیشتر بشه. ولی برای خلاصه کردن چند تا ایمیل بهش میگیم فقط سریع باش. این یعنی ما فرمان رو در دست داریم. پس نکته اصلی و کلیدی همینه. آینده هوش مصنوعی این نیست که یه مغز غول‌پیکر تنها بسازیم. آینده در ساختن یه اکوسیستم، یه تیم هماهنگ از ایجنت‌های متخصص و هوشمنده که با هم همکاری میکنن. در واقع هوشمندی یه ورزش تیمیه. این رویکرد جدید درها رو به روی آینده‌ای باز میکنه که توش هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار نیست، بلکه یه همکار واقعیه. و این ما رو با یه سوال خیلی جالب تنها میذاره. هرچی که این ایجنت ها توی برنامه‌ریزی، نقد و همکاری بهتر و بهتر میشن، ما چه کارهای بزرگتر و پیچیده‌تری رو بهشون خواهیم سپرد؟